چون هر وقت درس امروزه رو با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن امروزه همون چنین است. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I'm wise, so I'm changing myself. by Rumi. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: دیروز دانا بودم، میخواستم دنیا را تغییر دهم. امروز عاقل هستم، بنابراین خود را تغییر میدهم. سخن از رومی یعنی از مولانا. New words کلمه های نو: sun آفتاب، moon ماهتاب، earth زمین، star ستاره، planet سیاره، share پهن کردن، catch دستگیر کردن و یا گرفتن، communicate معاشرت کردن، laugh خندیدن، move حرکت کردن، throw پرتافتن، talk گپ زدن عادتاً با تلفن، return برگشتن، agree راضی بودن و یا راضی شدن، decide قرار دادن، remember در خاطر داشتن، smile تبسم کردن. چنانه که میدانید در چپتر 3 یعنی باب سیوم موضوع using the simple present یعنی استفاده برای زمان حاضره عادی رو گذاشتیم و این آخران درس باب سیوم بود. از درس آینده سرکرده باب چهارم یعنی چپتر 4 رو میگذاریم و موضوع باب چهارم using the present progressive می باشد یعنی استفاده برای زمان حاضره دوامدار. و درس های ما رو تماشا کنید و منتظر درس نو باشید. در اینجا درس امروزه ما به پایان میرسد. لطفاً با نوار لایک مونید، فکرهای خود را در شرح ها نویسید، این نوار را به دوستانتون و نزدیکانتون روان کنید. برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید و از همه شما برای دستگیری و تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً ما را پیگیری نمایید، منتظر درس های نو باشید و با ما انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.